مقصود غیوسف یک فعال جامعه شهروندی، عکس بردار و بلاگر زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 7 آگوست سال 2022 در شهر مسکو دستگیر شده است. تلگرام کانال پامیر دیلی نیوز که حوادث مربوط به بدخشان را پیگیری میکند و اولین شده خبر بازداشت غیوسف را نشر کرد، حدس زده است که او را شاید الکی به تاجیکستان فرستاده باشند. در تاجیکستان هنوز یک سال پیش نسبت به مقصود غیوسف پرونده گشوده او را یک مدت حبس خانگی هم کرده بودند. پامیر دیلی نیوز می نویسد که مقصود غیوسف وقتهای آخر موقع کاملا بی‌طرفی را اختیار کرد و درباره وضع بدخشان اظهار نظر نمی کرد. مقصود غیوسف در بین بدخشانی‌ها با ویدیوهای طنزآمیزش در کانال بوبنگ 04 در اینستاگرام و با ابراز طنزآمیز خودش بافته با نام شوویس معروف بود و از کمبودی‌های مقامات بدخشان نیز انتقاد میکرد. مقصود غیوسف عکسبردار و بلاگر شناخته بوده، همچون رضاکار نیز زیاد فعال بود. او از جمله در روزهای پاندمی کرونا ویروس در خاروق به حیث رضاکار به مردم و طبیبان کمک میرساند و امروز با بلاگر دیگر بدخشان کامچک میرزایف مسئله وضع ناگوار بیمارستان خاروق را که برای تمام بیماران همگی یک یخدان داشت رسانه‌ای کرد. بعد نشر عکس‌ها از بیمارستان، زادگان بدخشان یک معرکه سراسری جمع‌آوری کمک‌های خیریه برای بیمارستان خاروق را بر راه انداختند. مقصود غیوسف یک سال پیش از رئیس وقت بدخشان یادگار فیضوف برای جلب خوانندگان مکتب‌ها و دانشجویان به مراسم پردبدبه پیشوازگیری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با لحن تند انتقاد کرده بود و مقامات او را برای تحقیر نماینده دولت حتی حبس خانگی کردند. ولی یادگار فیضوف که با حسن تعاملش نسبت به انتقادها معروف است، خودش از مقامات خواست که بلاگر را جواب دهند و حیات این جوان را نسوزانند. او بعد آزادیش به مسکو رفت و از آنجا هم به فعالیت بلاگریش ادامه داده با نام‌های مستعار به خصوص بعد اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 از رئیس نو ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزانباد و دیگر مسئولان انتقاد میکرد. ترول‌های طرفدار حکومت چند بار تهدید کرده بودند که مؤلف آن تنقیدها بودن مقصود غیوسف را معین کردند و بهتر است که او خودش برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند وگرنه از مسکو با زوری آورده خواهد شد. مقصود غیوسف در اینستاگرام کانال بوبنگ 04 را میچرخاند و به شوخی‌های بی‌آزار غیر سیاسی گذشته اساساً بیت‌های را از آثار کلاسیکان با کمی تغییر آهنگ و شوخی‌آمیز قرائت میکرد. آخرین ویدیوش روز 17 آگوست به احتمال غالب قبل از بازداشتش گذاشته است.